خانواده‌ای که در ولایت غور ناپدید شد. سلام، اینجا کانال سکوت است، جایی که پرونده‌های باقی، رازهای تاریک و جنایت‌هایی که هنوز نفس میکشند را روایت میکنیم. پس کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فشار بده تا از ویدیوهای بعدیمون با خبر بشی. در کوهستان‌های سرد و دور از چشم رسانه و دولت، رازی هست که دفن شده. این راز داستان خانواده‌ای گم شده می باشد که بدون هجرت و هیچ نشانی ناپدید شده. در ولایت غور افغانستان، در ولسوالی لعل و جنگل، جایی که بیشتر مردم آن به مالداری و زراعت مصروف است و همه کار و زندگی خود می کنند بدون هیچ دردسری. ولی در زمستان سال 1394 اتفاقی رخ میده که یک خانواده 6 نفره بدون هیچ سرنخی گم میشه. از رسانه ها و از گزارش هایی که از محل دریافت کردن، مردم محل شنیده بودن که شب قبل صدای چیغی آمد، ولی دوباره همه جا سکوت شد و مردم هم خیلی دنبالش نبود. فردای آن روز خانه آن خانواده گم شده در حالی بود که در آن باز و وقتی مردم محل آنجا رفتن، غذای نیم خورده روی زمین و اثری از مبارزه ندیدن. ولی هیچ ردی هم از خانواده نبود و ترسناکش اینجاست که نه خون، نه جسد، نه رد پا، یعنی هیچی از خانواده پیدا نشد. مردم محل میگوید که خانه به دور از همه و بالای کوه قرار داشت و بیشتری ها هم میگه که خانه نفرین شده بود که قبل از آن خانواده یک نفر تنها هم اونجا زندگی میکرد و او هم بدون هیچ اثری یا بدون هیچ مدرک و نشانی یک دفعه غیب شد و کلا ناپدید شد و دیگه مردم محل او را ندیدن. ولی بعضی ها هم میگن که کار طالبان بود، ولی کسی نمیدونه. اما سوال اینجاست که چرا هیچ کسی چیزی ندیده؟ چرا پلیس و دولت پیگیری جدی نکرد؟ چرا که موضوع کوچک هم نبود، یک خانواده 6 نفره. آیا این پرونده بخشی از پاکسازی قومی در آن زمان بود؟ یا موضوع چیز دیگر یا عمیق‌تر که کسی نباید خبر میشد؟ پس از آن سانحه‌ای که برای این خانواده رخ داد، دیگر مردم کمتر از آن مسیر میگذشتند و خانه آن خانواده تا امروز خالی ماند و حتی چوپان‌ها هم از اطراف آن نمیگذرد. پرونده بسته شد به هیچ نتیجه و به هیچ نشانه رسمی. حالا در کشوری که بسیاری از مرگ ها به صدا رخ می دهد، پدید شدن ترسناکتر از مردن است. اما سوال اینجاست، آیا ما واقعا دنبال حقیقت هستیم
یا فقط میخوایم در تاریکی بانیم؟ پس اگر از ویدیو خوشتون اومد و از پرونده های بعدیمان هم خواستی با خبر شوی، حتما دکمه سابسکرایب و کلیک کو و اگر این ویدیو رو از فیسبوک میبینی حتما ما رو فالو داشته باش، چون من خیلی دنبال مدرک برای این گشتم و جز عکس چیز دیگه پیدا نکردم، ولی باز هم خواستم ویدیو رو درباره خانواده‌ای که گم شده بسازم. پس ویدیو رو لایک کرده و با دوستانتان شیر کنین و سوالی، پیشنهادی و جوابی هم اگر دارین داخل کامنت ها برام بنویسین. تا پرونده دیگر، بدرود.